دوستان عزیز سلام. ببینید توی مسیر موفقیت اجازه ندید که هر کسی بیاد بخواد به شما مشورت و راهنمایی بده. فقط آدمای موفق و اونم چه موفقی؟ اونایی که خیر و صلاح شما رو بخوان، اونایی که دست بخشنده‌ای داشته باشن، اونایی که فکر بازی داشته باشن. چون ممکنه کسی باشه که فکر بازی نداشته باشه، خیلی بخشنده نباشه ولی موفق باشه از دیدگاه شما. فقط اونایی که فکر بازی دارن به شما مشورت میدن. خیلی هم توجه نکن به حرفای اینو. چت جی پی تی این جمله‌ای که میگن من کاشف 999 راه هستم که به نتیجه نمیرسه، از کیه و چرا این جمله رو گفته؟ این جمله معمولاً به توماس ادیسون نسبت داده می شود. ادیسون مخترع لامپ برق است و داستانهای زیادی درباره تلاش‌های او برای اختراع لامپ وجود دارد. او بیش از 900 بار تلاش کرد و شکست خورد تا بالاخره لامپ عملی را اختراع کرد. این جمله نشان دهنده دیدگاه او به شکست و پافشاری در برابر چالش هاست. به عبارتی، او معتقد بود که هر شکست فرصتی برای یادگیری و پیشرفت است.